بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین بالقاسم محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قلوبهم محزونة و شرورهم مأمونة و اجسادهم نحیفة و حوائجهم خفیفة و انفسهم عفیفة و معونتهم فی الاسلام عظیمة. اوصاف شیعیان خالص در فرمایشات امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به اینجا رسیدیم. فرمودند شیعیان خالص ما دلهاشون غمگینه. به این مناسبت شب گذشته درباره حزن و سرور و اینکه آیا اینا مطلقا ممدوحند یا مذموم عرایضی عرض کردیم که حاصلش این شد که حزن و سرور انسان بستگی به شناختش و دستگاه ارزشش داره. چیا رو خوب بدونه و به چه انگیزه‌ای نسبت به اونها فکر بکنه، توجه بکنه. و حاصل این که اگر انسان توجهش به کمبودها و مشکلات دنیا باشه و در اثر نارسایی هایی که در زندگی مادی و دنیویش پیدا میشه محزون باشه، این به هیچ وجه مطلوب نیست. اما اگر غم و غصه‌اش غم و غصه آخرتی و الهی باشه، اون میتونه غم و غصه مطلوبی باشه. البته در همه چیز حد اعتدال شرطه. حزنی که به واسطه آخرت هست میتونه ممدوح باشه برای اینکه این باعث میشه که بعداً بهتر ارزش و عمرش رو بدونه، وقت و غنیمت بشماره. رفتارهایی که میخواد انجام بده محاسبه کنه کدومش ارزشش بیشتره، کدومش خدا بهتر میپسنده. وقتی محزون باشه آدم برای کار اشتباهی که کرده، من بیشتر حواسش جمع میکنه. اما اگه بی تفاوت باشه، خب حالا یه گناهی کردیم، خب انشاءالله خدا میبخشه، خیلی نگران نباشه، ناراحت نباشه. یه ساعتی نشستیم یه فیلمی تماشا کردیم، نه به درد دنیا میخورد نه آخرت. احیانا بعضی موارد هم مشتبه بود، شاید شبهه حرمت هم داشت، نگاه کرده نمی‌مند. خب چه کنیم دیگه، بالاخره باید وقت گذرون اینجوری. یا اونایی که جوان‌تر هم میگن یا حالا این کارا نکنیم پس دیگه کی بکنیم؟ تا جوان هستیم باید جوونی بکنیم دیگه. خب این نسبت به آخرت حزنی پیدا نمی‌کنه که حالا چرا نماز جماعت نرفتم یا چرا نماز اول وقت نخوندم. نخوندیم بعدش یه وقت قضا هم شد و قضاشو میخونیم، خیلی مهم نیست.
اما اگه محزون شد که چرا وقتم تلف شده، این دفعه حواسش جمع میکنه، مواظب هست جوری برنامه‌شو تنظیم کنه که بتونه نماز اول وقت بخونه، بتونه نیمه شب بلند بشه یک دو رکعت نماز نافله‌ای بخونه. اما اگه غمش نباشه، شب میخوام نشسته تا 2 بعد نصف شب فیلم تماشا میکنه، بعدش هم میخواد حالا نماز صبحش یا پیش از آفتاب بتونه بخونه یا نه، خیلی مهم نیست. حزن باعث میشه که آدم نسبت به رفتار بعدیش حواسش جمع کنه. اصولاً حکمت حزن در این عالم برای همینه که اثر مثبتی برش بار میشه. ما اگر برای در عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه محزون میشیم، معناش این است که نگران هستیم که چرا چنین وجود شریف پربرکتی مردم ازش استفاده نکردن، محروم شدن ازش. چرا این جسارت ها را مرتکب شدن مردم، نگذاشتن که برکات وجود ایشون گسترش پیدا کنیم، عالم را هدایت کنن. و طبعا عواطف ما هم تحریک میشه، اشکمون جاری میشه. این باعث میشه که ما نسبت به ظالم بدبین‌تر بشیم. اگه اینا رو فکر نکنیم، خب میدونیم یه روز عاشورایی بود و سید الشهدا هم از دنیا رفت، حالا کشته شد و خیلی ها کشته شد. اون روح ظلم ستیزی در ما تقویت نمیشه. هرچه بیشتر در این باره فکر کنیم، با ظالم دشمنتر میشیم. باعث میشه خودمون ظلم کمتر بکنیم، انشالله اصلا نکنیم. نسبت به ظالمین دشمنتر بشیم، بیشتر بغض اونها را در دل بگیریم تا کمتر از اونها پیروی کنیم، تا کمتر شباهت به اونها پیدا کنیم. هرچی میشه از اونها دورتر بشیم، شباهتمون به اولیاء خدا بیشتر میشه. اینا آثار حزنه. اگه حزن نباشه، عزاداری نباشه، سید الشهدا هم فراموش میشه، چیزای دیگه، و از همه این برکات محروم میشین. اصل این که خدای متعال برای انسان حزن قرار داده به خاطر آثار مثبتی است که برش بار میشه. شادی هم همینطوری. اون جایی هم که باید شاد بشیم، اگه شادی برای امور اخروی و معنوی و خداپسند باشه، باعث میشه که نسبت به اونا اهمیت بیشتر بدیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر توجه کنیم. در نتیجه خودمون شباهت بیشتری به اونا پیدا کنیم، اهداف اونها رو بیشتر دنبال کنیم، بیشتر به یاد اونها باشیم. ایام میلادها، ایام اعیاد باعث میشه که ما بیشتر به یاد ارزش‌های الهی، به دوستان و یاد و دوستان خدا بیفتیم و این در زندگی خود ما اثر خواهد گذاشت. علاقمون به اهل بیت بیشتر میشه، یاد اونها بیشتر خواهیم کرد، آثار مثبتی خواهد داشت. این که عرض کردم هر چیزی اندازه‌ای داره، برای اینکه حتی در این موارد هم اگه حزن به اندازه‌ای شد که درست قلب آدم را اشغال کرد و آدم از همه کاری باز داشت، اونقدر حزن بر انسان غالب بشه، حتی حزن فکر آخرت هم باشه، اما جوری بشه که آدم اونچنان افسرده بشه که دیگه حال هیچ کاری نداشته باشه. میخواد مطالعه کنه، حال نداره. میخواد قرآن بخونه، حال نداره. میخواد پاشه بره خدمت اجتماعی انجام بده، حال نداره. درس بگه، حال نداره. کز کرده اوقاتش داره، فقط محزونه. این جور حزن افراطی هم که آدم از همه کاری باز بداره، این هم مطلوب نیست. اصل حزن مطلوب است اگر برای آخرت باشه، به خاطر اینکه آثار مثبتی در زندگی آدم خواهد داشت و آدم وادار میکنه به اینکه قدر عمرش رو بیشتر بدونه. این راجع به عبارت قلوبهم محزونه. بعد میفرماید وصف دیگر شیعیان کامل ما این است که شرورهم مأمونه، مردم از شر اینها در امان هستند. خب ترجمه تحت لفظیش روشنه، ما همه میفهمیم که
آدم سالم، آدمی که کجی و اعوجاج نداشته باشه، بی جهت مردم رو اذیت نمی‌کنه. اما تحلیل این مسئله و اینکه چطور میشه اصلا کسانی در مقام ایذاء دیگران برمیان، شری برای دیگران ایجاد میکنه. پیداست این شر منظور شر شخصی که از ناحیه گناه خود انسان باشه نیست، چون میفرماد شرورهم مأمونه، یعنی دیگران از شر اینها در امانند. شر خودشون در با اوصاف دیگه بیان شده که نسبت به خودشون شروری ندارند، اون در اوصاف دیگری بیان شد. اینجا که میفرماد شرورهم مأمونه یعنی به دیگران شر نمیرسونه. چطور میشه که آدمیزاد در صدد برمیاد که به دیگری شر برسونه؟ تا ببینیم که این آفت از کجا پیدا میشه و اگه ما هم بخواهیم این صفت شیعیان حقیقی را در خودمون ایجاد کنیم که مردم از شر ما در امان باشند، چیکار باید بکنیم؟ شری که از انسانی به انسان دیگری میرسه، مال اینه که اون کسی که شر میرساند در واقع به حق خودش راضی نیست، به حق او تجاوز میکنه، به حریم دیگری تجاوز میکنه. فرض کنید یه همسایه‌ای به همسایه دیگرش بد میکنه. یعنی چی؟ فرض کنید دیگه در خونه جارو میکنه، خاک رو بهش میریزه در خونه همسایه. آشغالاشو که میخواد بریزه بیرون، جلوی خونه خودش رو نمیذاره، میذاره جلوی خونه همسایه. تو خونه خودش سر و صدای بی‌جهت ایجاد میکنه، موجب اذیت همسایه ها میشه. میگه 4 دیواری اختیاری به شما مربوط نیست. بچه‌هاش مزاحم همسایه میشن، سنگ‌پرانی میکنن، کار دیگه میکنن، جلوشون نمیگیره. این میشه شر برای همسایه. حالا شرهای دیگری هم هست. مثالهای واضحی اشاره کردیم. خب این مال چیه؟ مال اینه که این کسی که شر میرسانه برای خودش یک حد و مرزی قائل نشده. میگه من هرچی دلم میخواد، برام نافع است، خوشم میاد، عمل میکنم. حالا به دیگری ضرر بخوره یا نه. من دلم میخواد جلوی خونم تمیز باشه، حالا خاک من میریزم جلوی خونه هست. بچه‌های من تو خونه نباشن اذیت من بکنن، حالا هر کار میخوان بکنن، برن خونه همسایه با بچه‌های اونا راضی کنن، اونا رو اذیت کنن، اون کنن، من راحت باشم. از مثال همسایه به مثالهای دیگری شما در داخل خانواده خواهر برادر اگه به هم شری میرسونن، مال چیه؟ یکی برای خودش بیش از حد خودش، حق خودش چیز میخواد. اونی که حق خودش راضی نیست، میخواد به حق دیگری تجاوز کنه. این همونه که ما مصداق ظلم است، ستم کردن است، تجاوز به حقوق دیگرانه. مصادیق شر به دیگران مصداق ظلم به دیگران است. خب این چطور میشه آدمیزاد اهل ظلم میشه؟ البته میدونید یکی از اوصاف عامی که در قرآن کریم برای آدمیزاد ذکر شده، در چندین مورد این است که ان الانسان لظلوم کفار. آدمیزاد طبعاً ستم پیشه و ناسپاس. و این محل بحث مفسرین و بزرگان و اهل معرفت شده که یا معناش این است که آدم فطرتاً ستمکاره، یعنی فطرتش میل به ستم داره و اگر آزاد باشه طبعاً ستمکار میشه. آیا معنیش اینه؟ بعضی دیگه در نقطه مقابل گفتن نه، فطرت انسان همیشه طالب خیره. انسان فطرتاً طالب شر به دیگران، ظلم به دیگران نیست. این یه امر عرضی است در انسان پیدا میشه.
و بالاخره نظرهای دیگری هم داده شده که حالا در مقام بحثش نیستیم و جای بحثش هم اینجا نیست. اجمالاً خواستم عرض بکنم که در قرآن هم تصریح شده که آدمیزاد خیلی ظلم میکنه. آیا این الانسان الف لام استغراق یعنی همه انسان ها، یا الف لام جنس یعنی جنس انسان ستمگاری، یا این ماهیت مهمله است، میخواد بگه در انسان چنین صفتی وجود دارد. منظور این نیست که همه انسان ها ظلوم هستند. تا علیاذ بالله آدم تصور کنه شامل انبیا هم میشه، شامل معصومین هم میشه. حالا اینای بحث های مقداری تفسیری، مقداری روانشناسی است، مربوط به فلسفه علم النفس. اینا حالا ما اونایی که اهلش هستند باید بحثش بکنن در جای خودش. اجمالاً قرآن تأیید میکنه که آدمیزادا خیلی ستم میکنه. استثنائش حالا کی هست و چه کسانی ستمگر نیستن و دلیلش چیه، اون از آیات دیگه باید استفاده میشه. خب چطور میشه آدم این روح ستمگری و تجاوز به دیگران درش رشد میکنه، تقویت میشه؟ خب همه ما میدونیم و بارها هم روی این مقدمه بحث کردیم که آدم ابتداعاً اون چه درش فعلیت داره غرایز حیوانیه. از اولی که متولد میشه شیرخوار هست تا چند سال اون چه در او فعلیت داره غرایز حیوانی است. اون که وادارش میکنه به خوردن، آشامیدن، احساس درد میکنه، گریه میکنه تا بهش رسیدگی کنند و چیزهای از این قبیل. تا کم کم خوی بازیگری و اینا هم درش پیدا میشه که اونم در بچه آدمی زدن دنبال بازی میگرده. اینا هم هنوز نشانه آدمیت نیست. اینا کمک کمک پا میذاره به رشد عقلانی و از سن مثلا 5-6 سالگی به بعد قدرت تحلیل ذهنی و تفکر عقلانی و این حرفا کم کم پیدا میکنه تا میرسه به سن بلوغ که اون وقت هست که دیگه رسما مکلف میشه و دیگه حساب کتاب روی اعمالش باز میشه. اونجا دیگه قطعا قدرت تحلیل و قدرت کنترل رفتارشو داره که بهش تکلیف میشه. یعنی میتونه غرایز و خواسته های غریزیشو تعدیل کنه با فکر خودش، با استدلال عقلی. حالا بین پرانتز اینجا عرض کنیم که شاید از این مقدمه بعداً هم استفاده بکنیم. قبل از این که رشد عقلانی پیدا کنه آدم، از یه راه‌های تربیتی ممکنه تربیت‌های صحیحی بشه که معمولاً اونها رو میگن تأدیب. با تلقینات، با وادار کردن به تقلید، چون حس تقلید هم در بچه خیلی قوی، استفاده از این گرایش به تقلید، از تلقینات، از تشویق‌ها و تنبیه‌ها، اینا رو خیلی ها رو میشه از بچگی و از سنین خیلی پایین به کارهای خوب تأدیب کرد. البته با رعایت تدریج و بسیار مدارا و در نظر گرفتن شرایط استعدادی و ظرفیت بچه. وقتی گفتیم تأدیب معناش این نیست که حالا در یه بچه 2-3 ساله رو ما بخوام به اندازه یه آدم بزرگ ازش مسئولیت بخوایم. آرام آرام میشه چیزایی رو بهش تلقین کرد، رفتار خانواده رو طوری قرار داد که بفهمی که یک قرارهایی هست، یک مقرراتی باید رعایت کرد. امروزی ها میگن قوانین خانوادگی. بالاخره این چیزا هست، ولی بعد تکلیف که میرسه دیگه با عقل خودش میتونه اینا رو بفهمه. مربی و مؤدب از اون وقتی که عقل بچه رشد میکنه دیگه نباید صرفا از راه تقلید یا تشویق استفاده کنن، بیشتر باید با فکر باش رفتار بکنند، سعی کنند فکرش رو تقویت کنند که خودش بفهمه. حالا این بین پرانتز مطلبی بود اشاره کردم.
ولی مسئله این است که آدم وقتی میتونه خودش غرایز خودش را تعدیل کنه به جلو طغیانش رو بگیره که از نیروی عقل استفاده کنه و این عقل تدریجاً در آن سمت پیدا میشه، معمولاً در حد سن بلوغ به یه حد قابل توجهی میرسه. پس اون چه در انسان ابتداءً فعلیت داره همون غرایز حیوانی است. غریزه حد و مرز نمیشناسه، خودش نمیتونه خودشو کنترل کنه. تا آدم احساس گرسنگی داره میخواد غذا، مگه دیگه اصلا طوری بشه که میل به غذا نداشته باشه. تا احساس نیاز جنسی میکنه میخواد اعمال کنه، تا مگه دیگه قدرت نداشته باشه. و سایر غرایزی که انسان ها دارن حد و مرزی اونا تعیین نمیکنه چقدر، تا مادامی که غریزه فعال هست، توان بدنی وجود داره، شرایط جسمانی مهیا هست، اون غریزه اقتضای خودش رو داره. ولی از اون وقتی که انسانیت انسان پا به فعلیت میگذاره، تحقق پیدا میکنه، یعنی آدم از مرز حیوانیت عبور میکنه، وارد مرز انسانیت میشه، یعنی عقل بده. یعنی عقلش میتونه غرایزش رو کنترل کنه، محدود کنه. اون وقت هست که پای تکلیف در کار میاد و تربیت‌های عقلانی و که کار اصلی انبیاست. پس قبل از این انسان ابتداءً لازمه پیروی از غرایزش این است که حد و مرزی نشناسه. وقتی گرسنه است میخواد چیزی بخوره که رفع گرسنگیش بکنه، حالا هر چی باشه، هر جا باشه، تا چیزی باشه که به دهنش خوش بیاد و بتونه او رو سیر کنه، برای غریزه فرق نمیکنه. و همینطور سایر نیازها. این است که شاید معنی الانسان لظلومون هم به همین مناسبت باشه که در آغاز پیدایش انسان تجاوزگر هست، حد و مرز نمیشناسه. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. اینجا تعبیرش هم یه خورده چرب‌تره، خلق الانسان هلوعا. این ناظر هست به همون خلقت اولیه‌ای که بالفعل حیوان است. بعد باید با کمک عقل و تربیت انبیا از مرز حیوانیت تجاوز کنه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات بشه. خب پس این که آدم میخواد به دیگران تجاوز بکنه، این تقریبا طبیعی است به یک معنا، یعنی لازمه غرایز است. بعضی گفتند که اصلا خود این یک غریزه مستقلی است. حالا ایناش که برای ما فرقی نمی کند مثلا تو این بحث ها، ولی شاید ثابت نشه بکنند که ما یک غریزه مستقلی به نام استخدام و استثمار داریم. اون چه غریزی ما هست جلب منفعت های مادی مونی، میخوام این منافعمون برای ما فرق نمیکنه. وقتی میبینیم بعضی از منفعت هاست که در دست دیگرانه، باید از اونا گرفت، آدم میره به سراغ دیگه. حالا با رفاقت شد، رفاقت نشد با کلک، نشد با زور. اقتضای غریزه همینه دیگه. این که آدم به دیگران، به حق دیگران تجاوز کنه، لازمه مرز ناشناسی غرایزه. غرایز خواسته های خودشون میخواد. وقتی تأمین این خواسته ها به وسیله دیگران حاصل میشه یا چیزی است که نزد دیگران هست، باعث میشه که آدم تجاوز کنه از حق خودش، پا فراتر بگذاره، بره به حقوق دیگران تجاوز کنه تا خواسته خودش تأمین میشه. این روح استخدام و استثمار، بهره کشی از دیگران.
اگه آدم به همون طبع اولیش باشه، یعنی عقلش تقویت نشه، برعکس شرایطی فراهم بشه که روز به روز غرایزش فعالتر بشه، عادت پیدا کنه بر ارضای غرایز طبق دلخواهش. این خواه ناخواه که آدم استثمارگری بار میاد، مخصوصاً با بعضی از مکاتب روانشناختی و تربیتی اخیر که مدتی موجش در ایران هم اوج گرفت، گویا این که حالا باز مربیان و مصلحان در صدد تعدیل این موج هست. و اینکه انسان باید غرایزش رو کاملا آزاد بگذاره. اگر غرایز آزاد نباشن در ارضایشون سرکوفته میشن و این سرکوفتگی موجب بیماری‌های روانی میشه. مثال واضحش در نظریه فروید هست که غریزه جنسی به هیچ وجه نباید سرکوب بشه، کاملا باید آزاد بشه و الا لوازم بدی داره، بیماری‌های روانی تولید. این در مغرب زمین خیلی رواج پیدا گرفت چون با هوس‌ها هم خیلی سازگاره. این نظریات علمی وقتی با هوس‌ها هم مطابق باشه زود مشتری پیدا میکنه. ضمیمه شد بهش این که در مسائل تربیتی هم باید بچه را آزاد گذاشت، نه با زیاد امر و نهیش کرد. خب این دوتا که به هم ضمیمه بشه، غرایز مرز ناشناس هستند، انسان هم باید آزاد باشه، تربیت هم باید تربیت آزاد باشه، باید فراگیر محور باشه، کودک محور باشه. اینا نتیجهش این میشه که نوجوان در آغاز تکلیفش مجهز شده به یک سلسله صفات حیوانی غلیظ که دیگه مبارزه باش کردن خیلی مشکلی. از یه طرف غرایزش رشد کرده، کسی جلوش نگرفته، پدر مادر که بنا شد امر و نهی زیاد نکنند به بچه، شرایطی هم فراهم نکنند که آزادیش لطمه بخوره. خب هر نیاز مادی درش پیدا شد آزادش گذاشته. خب اونم آزادیش از سوء استفاده کرده. خب تکلیف شرعی هم که نداشته، تکلیف قانونی هم که نداشته، مگر حالا یه وقت موجب ضرری بر دیگران بشه و پدرش رو جریمه کنه. هر کاری دلش میخواد میکنه. مدتی اوایل تکلیف، وقتی که قلم تکلیف میاد روش، یا آدمی عادت کرده به ولنگاری و تنبلی و خودخواهی و دیگه برای دیگران هم حقوقی این حرفا قائل نیست. حالا اونایی که مربیانی که مقداری دقت دارن، دبیرهای پرورشی، اینا شاید خوب بتونن درک بکنن که بچه‌هایی که 20 سال پیشتر مثلا توی دبستان‌ها بودن با بچه‌های حالا چقدر فرق داره. اون وقتا چقدر راحت‌تر میشد درشون اثر گذاشت. حالا خیلی تربیت نوجوان‌های امروز خیلی سخت‌تر شد. عوامل زیادی داره، یکیش هم همیناست. هم نظریات تربیتی و مکتب‌های امثال مکتب‌های فرویدیان و مکتب آزادی در تربیت، مکتب‌های لیبرال اخلاقی، اینا همه کمک میکنه به اینکه فرد خودخواه، خودپرست و بی‌اعتنا به دیگران، به خواسته‌های دیگران، به آداب اجتماعی و سایر چیزها. اینه که غالبا شما جوان‌ها رو می‌بینید الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. غالب جوان‌ها به طور طبیعی با سابقین بسیار تفاوت دارند در رعایت حقوق دیگران، در رعایت ادب نسبت به پدر و مادر، احترام به خواهر و برادر، به خویشان، عواطف ضعیف، عواطف خانوادگی. صحبت میکنیم چرا همچی که دلم میخواد، دوست داشتم،
این منطق قویشون هست. فلان کاری بد بود، چرا همچی کردی؟ دلم خواست، دوست داشتم. نتیجه چی میشه؟ اینه که هیچ کس از شر دیگری در امان نیست، چون هر کس فقط فکر خودشه. این روح اندیویدوالیسم، به اصطلاح فردگرایی، خودخواهی، که هر کسی فکر شخص خودش، حتی عواطف خانوادگی و پدر و مادر و خواهر و برادر و اینها هم رو به اضمحلال. این روحیه وقتی تقویت شد به طور طبیعی شرش هم به همه میرسه، مگه زورش نرسه. هر که به هر صورتی بتونه، همینطور که عرض کردم، اول با زبان خوش، با رفاقت بتونه ازش بگیره، وادارش کنه فلان کارا برای من بکن. سر رفاقت، راستی فلان جا میریم کم برای من بخرونم، فلان کار بکن، این ظرفم رو بشورون. اگه شد خود چه بهتر. با مسالمت استثمار حاصل میشه. اگه نشد با کلک حقه‌ای بزنه، به جوری کلا سرش بگذاره. نشد که زورش میرسه با زور. باید تو این کار رو بکنی، نکنی کتک، اوقات تلخی، عصبانیت، فحش، فلان. بخواد راحت بشه زندگی، باید رعایت کنی. این فرهنگ حاکم بر جامعه است که تربیت دینی و عقلانی نداره. اما اگر کسی تربیت دینی داشته باشه، همونطور که عرض کردم، از ابتدا با دیدن رفتار پدر و مادر، خواهر و برادر مثلا بزرگتر، یاد بگیره که یک کارایی رو باید کرد، یک کارایی بده، زشته، نباید کرد. و حالا بد و زشت هم نمیدونه یعنی چی. همین اندازه میفهمه که یک کارایی که وقتی انجام میدن دیگران خوششون نمیاد، استقبال نمیکنن، آدمو تشویق نمیکنه. روح اینا برمیگرده به تشویق و تنبیه. از همین راه ها میتونه به بچه حالی بکنه که این کار بده یا خوبه. ولی بد و خوب نمیدونه یعنی چی. تا کمک کمک در یک فضایی که این فرهنگ غالب هست، مال دیگران محترم هست، بزرگترها محترم هستند، حق همسایه، حق خویش و قوم، حق بزرگترها، پیرمردها، پیرزنها، کم کم اینا با تأدیب، با تلقین و با تشویق کم کم عادت بشه برای بچه، تا برسه به سن عقل که بعد با استدلال عقلی و بعد هم با بیانات شرعی براش اثبات بشه که این کارها به ضرر هست، نباید کرد چون ضررش به خود شما میرسه. اگر کسی از اول اینجور تأدیب شد در یک محیط پاک ایمانی، یاد گرفتی چیزایی بد است نباید انجام داد، یک قواعدی هست، ضوابطی هست باید رعایت کرد. یعنی مرزهایی در زندگی هست، خط قرمزهایی وجود داره، یک کارایی رو نباید کرد. غریزه این چیزا سرش نمیشه، غریزه نباید کرد نمیشناسه، باید کرد است تا اونجایی که میتوانم. اگه یک کاری رو نمیکنم دیگه نمیتونه، حالشون نمیده. ولی تا مایل هست و میتونه، غریزه میگه انجام بده. اگر در محیطی تربیت شد که در اثر تربیت و تعلیم بهش فهموندند که یک مرزهایی وجود داره که اینجا نباید است، نبایدی هم داریم ما در عالم. بعد هم همینطور که عرض کردم با تقویت فکر و استدلالات عقلی برای ثابت بشه و بعد هم با بیانات دینی، با ایمان بفهمه که این کارا نباید کرد، خدا دوست نداریم و نهایتاً به ضرر خود آدم تمام میشه، اون دیگه همیشه مواظبه که حق خودش رو رعایت کنه، در مرز خودش قدم برداره، تا اندازه گلیم خودش دراز کنه، چون اینا رو یاد گرفته. مرز داریم ما، گلیم داریم، مال داریم، این مال من است، اون مال یکی دیگه هست، تو نباید در مال دیگری بی اجازهش تصرف کنی و چیزهایی از این قبیل.
اون وقت شری هم به کسی نمیرسونه. تا بچه هست در اثر تأدیب خانوادگی، بعد به حد عقل که رسید به استفاده از عقلش، بعد با قوت ایمانش و تعبد به کلمات انبیا و اولیا مرز برای زندگیش قائله. اون مرزها رو میشناسید، در همون حد مرز خودش حرکت میکنه. وقت میشه شرورهم مأمونه، مردم از شر اینا در امانند. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. اسلام همینه، تعیین این مرزهایی است. وقتی این مرزها رو رعایت کردید دیگران سالم میمونند. از این مرزهایی است مربوط به زبان، بعضی چیزا رو نباید گفت، به دیگران توهین نباید کرد، مسخره نباید کرد، نمامی نباید کرد، غیبت نباید کرد، ایجویی نباید کرد. یک زندگی محیط سالم، آرام، شیرین، با محبت، صمیمی، همه همدیگر را دوست دارند، خیرخواه هم هستند، با دستش هم به کسی تجاوز نمی‌کنه، نه به مال کسی نه به ارض کسی. یه زندگی آرامی خواهد داشت، دیگران از شر اینا در امان هستند. پس سر این که مؤمن و به خصوص شیعه کامل، یعنی اونی که دقیقاً مرزها را رعایت، شرورهم مأمونه هستند، مال اینه که از اول تربیت شدن به رعایت حدود، به اینکه ظلم به دیگران نکنن، حق دیگران رو محترم بشمارن. بعد با نیروی تعقلشون این کار تقویت شده، پشتوانه‌ای شده برای اون ادب، و بعد با نیروی شرع، اطاعت الهی با قصد قربت، باعث این میشه که هر کارشون علاوه بر این که گناه نیست، ضرری به کسی نمیزنه، باعث کمال روحی و تقرب به خدا هم بشه، که اون دیگه اوج تکامل انسانی است. شرورهم مأمون. خب چنین کسانی که چنین تربیتی دارند نسبت به ارضاء غرایزشون خیلی حریص نیستن. این را حالا من خیلی فرصت نیست و حالم هم خیلی مقتضی نیست، وقتم چندان مساعد نیست. لازمه این که آدم بنا بگذاره بر این که غرایزش رو تعدیل کنه، لازمش اینه که نسبت به لذات مادی دلبستگی پیدا نکنه، چون متعلق این غرایز همین خواسته های مادی است، خوردنی ها، آشامیدنی ها و لوازم و لواحقش، مقدمات و مؤخراتش. اگه آدم اینا رو آزاد گذاشت، در خوردنی ها میشه شکم پرست، در مسائل دیگه همینطور، اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه. عادت کرده، ملکه شده، به محض اینکه نگاهش به یه خوردنی میفته میخواد بپره روش. اما اگه بنا گذاشت که حد را رعایت کنه، وقتی میگم بخورم، یه خوردنی هایی هم داریم که نباید خورد. آدم خیلی اون وقت مجال نمیده به غریزه که دیگه هر جا میخواد بره، به هر صورتی ارضا بخواد بشه، هر جا پیش میاد خواسته غریزه را روش فکر میکنه، این صحیح هست نیست، عقل اجازه میده، شرع اجازه میده نمیده، خوبه یا بده. وقتی اینطور شد، اون چنان دلبستگی به لذت‌های دنیا هم پیدا نمیکنه که عاشقانه در مقابل اونها تسلیم بشه، وقتی میبینه زمینش فراهم میشه بیتاب بشه، اختیار از کفش داره. اینجور نیست، عادت کرده به کنترل. مثل کسی است که از سواری است که عادت کرده به این که همیشه دهنه اسب در دستش باشه. به محض اینکه یه جایی میبینه جای لغزشگاه هست، دهنه اسب رو میکشه، اسب آرام میشه. اما اگر نه ول کرده، اسب تربیت شده ای نیست، اسب وحشی سوارش بلند میکنه میزنه تو زمین. طبیعیشه، لازمه. اگه بنا گذاشت بر مهار کردن،
مهار کردن همین غرایز طبیعی و حیوانی. لازمش اینه که اونچنان عاشق دنیا هم نمیشه. در مقام ارضای غرایز حد رعایت میکنه، پرخور نمیشه، شکمباره نمیشه، به اندازه نیازش استفاده میکنه، اون بدنش هم لاغر میمونه. چاقی های زیاد، حالا که چاقی خودش عیب شمرده میشه. یه زمانی بود چاقی خیلی مطلوب بود، اینقدر کسانی میرفتن دکتر دوا میخوردن که چاق میشن. من یادم اینا شوخی نیست. شربت هایی بود، داروهایی بود، اصلا دواخونه ها میدادن، بچه‌ها رسمی میرفتن دکتر اصلا دوا میخوردن، اصلا خانوما و اینا بیشتر به علاقه داشت. چاقی مطلوب بود. حالا الحمدلله از مد افتاده و برعکس شد. ولی اون وقتی هم که چاقی مطلوب بود، مؤمن بدنش نحیف، چون به اندازه نیازش هست. بار سنگی برای چی؟ وقتی میگه غریزه میگه بخور، میگه چقدر بخورن؟ از چی بخورن؟ از کدام خوردنی بخورن؟ در مهار در دستشون، دهنه از دستشه، ول نمیکنه هر جا بری. این بدنش هم خیلی چاق نمیشه. اجسادهم نحیفه و حوائجهم خفیفه. یه همچه کسی خیلی هم احتیاج به درآمد زیادی نداره. با یه نان و پنیر و سبزی هم سلامتی بدنش تأمین شده، هم انرژیش تأمین شده، هم بدنش سالمه، هم خزینه زیادی نداره. اما کسی که هوسباز شد، دائما در مواقع این است که چیز خوشمزه تر است بگردم پیدا کنم، ببینم یه غذایی شاید در اروپا باشه که ما اینجا نداشته باشه، بریم اونجا از اونجا تهیه کنیم. هستن اینا که من شوخی نمی‌کنم. خب وقتی اینجوری شد، هم خرجش زیاد میشه، هم به چاقی مفرط مبتلا میشه، دیابت میگیره، مشکلات دیگر، یا هزار جور بیماری براش پیدا میشه. پولایی هم که در آورده باید خرج بیماریاش بکنه. مؤمنین اجسادهم نحیفه، بدنهاشون لاغره. البته اینا همه استثنا داره. ممکنه یک کسی اصلا ژنتیکش طوری باشه که ارثی چاق باشه، آب میخوره چاق میشه. اینا هم هست و ما در میان انبیا و ائمه اطهار هم چنین کسانی داشتیم تا خدا حجت را تمام میکنه و بی جهت نسبت به یک کسی بدبین نشیم. یک کسی میبینیم چاقه بگیم این حتما خیلی شکمباره هست. نه، بعضی‌ها هستن اصلا ارثی شونه. عکسش هم هست، آدم های شکمباره ای اصلا خیلی لاغره، پرخور هرچی هم میبینم ما بکنم لاغره، چاق نمیشه. اینا من میشناسم، دیدم. اینا هیچکدوم کلیت نداری، اما اوصاف عمومی غالبی است. غالباً مؤمنینی که مواظب رفتارشون هستن بدنشون لاغره، نیازهاشون هم کمی، زندگیشون هم با هزینه کمی تأمین میشه و نفوسهم عفیفه. طبعاً چنین کسانی احتیاجی ندارن که در مقابل هر کس و ناکسی خم بشند و تعظیم کنن و تملق بگن برای یه لقمه نانی یا برای یه شغلی یا درآمدی یا کسبی یا کاری. کسی که نیازش کم هست به دیگران هم احتیاج نداره تملق بگه. اینا میشن اهل عفت نفس، عزت نفس. در عین حال با همه این که از بودجه یک کشوری کمتر استفاده میکنن، هزینه‌شون بسیار کم است و معونتهم فی الاسلام عظیمه. این جمله البته تو همین روایتی است که در بهار نقل شده، تو خطبه متقین این جملهش نیست. اونجا این جمله هم را اضافه داره که علاوه بر این که اینها معونه‌شون بسیار خفیف است و اون چه تحمیل میشه بر بودجه کشور، به زبان روز صحبت بکنیم، بسیار کم از بودجه کشور مصرف میکنن، اما کمکی که به مردم میکنن خیلی زیاد است. در راه اسلام بسیار کمک میکنن. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسم میدیم که
ما را به این اوصافی که امیرالمومنین در وصف شیعیانشون بیان کردند متصف بفرما. توفیق کسب فضائل به همه ما مرحمت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بده. السلام علیکم.